صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خیتای در یک هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول. گفت از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است، بسیار خوب میشه اگه رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز، گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشد، شوهر درک ندارد، الکی دختر در خانه آتشه. دویم آمد از بین 1 هفته گذشت، یک کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ و حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد. وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من تشیعها جنازته. بین گفت در همون خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن، محلش گفتن. از همین بین 1 سال گذشت که شوهر آمد. در حال دختر حادثه را گفتن. شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان به پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز، گفت خوش به حالت که آدم خدادار بوده، بسیار زن مسلمان داشته، بسیار زن خوب داشته، لیکن رو به همون دختر خبر بده که پدرش آدم گناهگار بوده است. پدرش آدم گویم که خیلی سهو و غلطهای زیاد داشت، لیکن خداوند به خاطر احترام ان همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت. ببین از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکنه. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پرنور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد. شما وقتی همون خانه دخترتون میرین، وقتی مثال شوهری همون خسر و خوشتامن همون در پیش شما گوید که خدا شما را برکت دهد که بسیار دختری خوب برای ما دادی، چند قدر خرسند میشوید، چقدر دیگر. ببین باور که شما قبط گوش میگیرید، لیکن وقتی گوید که یک دختری تنبل، یک دختری لادری، یک دختری چیرکینی، یک دختری گپگردانی، مثال فلان گفتن گیرد، چند قدر وقتی تو ناراحت میشه، برای تو پدر و مادری تو غمگین میشه که دختری من این گونه، لیکن تو باید وقت داشت غمگین میشدی. تو در وقت داشت باید که این دختره نمیگذاشت که لادر باشد و تنبل باشد و چیرکین باشد. باید همه این طرف ها را تو اهمیت میدادی، بعد به این جوان میدادی. امروز تو رحمتنامه میگرفت. از مکتب رحمتنامه من میدادن که 5 گرفته، باور که 1 سال ای خرسندی را دیگر حد کنار نداشتیم. وقتی خسرو خشتامم گفت رحمت بر تو، چند قدر خرسند میشوی. برای همین رحمتنامه را گرفتن پدرای عزیز و برادرای مهربان کوشش کنید ان شاء الله همون رحمتنامه را شما میشنوید. و این خواهر عزیز من چی گفت؟ عزیزم میگویم که مقصد یک باره که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت داره، فقط روایتش در دست من نیست. میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفته همون تاجیکای ما و شما پشتانه به سر گیرید. در زندگی بسیار خطری گویم، خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست می‌دارم که در همه عائله
احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی می شود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این